سلام، اینجا چنل محمد موویه. خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام برم سراغ جدیدترین ایندیانا جونز سینما، پنجمین قسمت از این فرانچایز سینمایی، فیلمی که با مهاجمان صندوق گم شده در سال 1981 شروع شد و تا امروز ادامه پیدا کرده و خب یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین مجموعه سینمایی های تاریخ سینما هم هست. یکم به شکل خلاصه راجع به فیلم های قبلی این مجموعه صحبت کنم. قسمت اول همونجوری که گفتم در سال 1981 با نام مهاجمان صندوق گم شده اکران شد و با فروش حدود 400 میلیون دلار به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما بدل شد و با 5 اسکاری که کسب کرد یکی از موفق‌ترین فیلم‌های دوره خودش بود. قسمت بعدی در سال 1984 به نام معبد مرگ اکران شد. این فیلم هم با توجه به فروش بالایی که داشت و محبوبیتی که بین تماشاگران و منتقدین پیدا کرد یکی از موفق ترین فیلم های مجموعه بود و تنها ایرادی که بهش وارد کردن میزان خشونتی بود که یک مقداری برای فیلمی با این ژانر ماجراجویی و کمدی مقداری زیاد، که البته الان دیگه زیاد به چشم نمیاد. قسمت سوم 5 سال بعد با نام آخرین جنگ صلیبی اکران شد و این یکی از اون دوتای قبلی هم بیشتر فروش کرد و یه فیلم فوق‌العاده موفق بود. اما قسمت چهارم که در سال 2008 اکران شد با نام قلمرو جمجمه بلورین و با فروش حدود 790 میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم این مجموعه شد و دومین فیلم پرفروش اون سال هم شد. و اما پنجمین فیلم این مجموعه که الان می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم به نام گردانه یا گردونه سرنوشت که چند روزی میشه که نسخه با کیفیتش عرضه شده. I miss the desert. این فیلم برخلاف 4 فیلم قبلی کارگردانیش رو استیون اسپیلبرگ به عهده نداره و جیمز منگولد اون رو ساخته که اتفاقا کارگردان خوبی هم هست. و داستان این فیلم راجع به حالا من ابتدای فیلم رو بگم که با یک فلش بک میریم به جنگ جهانی دوم و اصلا تم مورد علاقه مجموعه ایندیانا جونز یعنی آلمان نازی. و تو اون ابتدای فیلم توی چند دقیقه اول ما توی جنگ جهانی دوم هستیم، یه دفعه میایم به چند سال بعد از جنگ جهانی و روزی که انسان اولین بار به ماه قدم گذاشت و ایندیانا جونز که حالا پیر شده و استاد دانشگاه در رشته باستان شناسیه وارد یک ماجراجویی میشه که خب دیگه طرفدارای این مجموعه خوب میدونن چجوریه. Just waking up every morning, wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. حالا اگه بخوام راجع به فیلم یک نظر کلی بدم، قسمت پنجم به هیچ عنوان به پای 3 قسمت اول فیلم نمیرسه، ولی از قسمت چهارم به نظر من بهتره. هریسون فورد بازیگر اصلی ایندیانا جونز که حالا 81 سالشه همچنان سر حال به نظر میرسه، خوب بازی میکنه. یه نکته خیلی جالب و مهمی که راجع به مجموعه ایندیانا جونز ها وجود داشت، در قسمت قبلی و حالا قبل از اینکه من این فیلم رو ببینم فکر میکردم در این قسمت قراره که هریسون فورد بازنشست بشه و ما به نوعی ایندیانا جونز جدیدی توی سینما ببینیم و این ایندیانا جونز با توجه به قسمت چهارم قرار بود شیا لابوف باشه که در فیلم چهارم نقش پسر ایندیانا جونز رو بازی میکرد، ولی خب در فیلم جدید و پنجمین فیلم میبینیم که نه خبری از بازنشستگی ایندیانا جونز اصلیه با وجود سن زیادش و نه خبری از پسرشه و تو فیلم ما متوجه میشیم که پسرش در جنگ کشته شد و البته اشاره بیشتری هم بهش نمیشه. فیلم پر از صحنه‌های اکشن و تعقیب و گریز ایندیانا جونزیه و حسابی سرگرمتون میکنه. موسیقی معروف و تم معروف ایندیانا جونز ساخته جان ویلیامز در فیلم به گوش میرسه و همچنان میدرخشه. سکانس های پایانی فیلم جذابیت زیادی داره و به نوعی اون قسمت اصلی کل فیلم تو همون سکانس های پایانیش میگذره
و به نظرم جذابیت فیلم کلا به همون تیکه های آخرشه، ولی قسمت های قبلش هم، قسمت های قبل همین فیلم جذابیت خودشونو دارن و طرفدارای ایندیانا جونز رو راضی خواهد کرد. فیلم البته گاف هایی هم داره که خیلی هم مشخصه، ولی خب برای فیلمی توی این حال و هوا، این ژانر و این فضا خیلی هم عجیب غریبی نیست که البته اگر نبود خب میشد گفت فیلم بهتری هم خواهد بود. 4 قسمت قبلی رو استیون اسپیلبرگ همونطور که گفتم کارگردانی کرده و جورج لوکاس یکی از نویسنده ها و تهیه کننده هاش بوده که توی این فیلم هر دو در نقش تهیه کننده بازی کرده. یه نکته هم راجع به جلوه ویژه فیلم بگم، خصوصا در ابتدای فیلم که هریسون فورد 81 ساله رو یک آدم 30 خورده ساله نشون داده، حالا 40 ساله. جلوه های ویژه‌ای که استودیوی جورج لوکاس تولید میکنه شاید بشه گفت در دنیا بی‌نظیره و خب تو انواع اقسام فیلم های، خصوصا تو همون استار وارز خودش، ولی تو ابتدای این فیلم با اینکه یک جایی بسیار عالی از آب در اومده، ولی یه جایی هم تو ذوق میزنه. یه نکته دیگه که نظرم توی این فیلم جالب توجه بود اینه که با توجه به فیلم ها و سریال هایی که توی این سالها ما داریم میبینیم، یک اتفاق جالبی که توی این فیلم افتاده اینه که خبری از هم جنسگراها یا دگر جنسگراها یا گرایشات جنسی متفاوت نیست. البته که تمام گرایشات جنسی و تمام انسان ها محترم هستن، ولی خب توجه بیش از حد هالیوود چه در صنعت سینما چه سریال سازیش تو تمام این سالها به این مسئله باعث شده بود که این مسئله وقتی تو این فیلم نباشه برای خود من جالب توجه باشه. یه نکته دیگه هم وجود داره و کسایی که ایندیانا جونز های قبلی رو دیدن خوب میدونن که چی میگم، و اینکه کلا ایندیانا جونز و مجموعه این فیلم ها خیلی روی آلمان نازی گیره و خیلی بهش گیر میده. حالا ما میتونیم اینو بذاریم بر اساس اینکه خب اینا آدمای شروری بودن در تاریخ و کارهای عجیب غریبی کردن، یا میتونیم بذاریم رو حساب اینکه خود استیون اسپیلبرگ یهودیه و خب کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی هالیوود هم یهودی هست. یه ذره هم تئوری توطئه قاطیش کنیم. ایندیانا جونز و گردونه سرنوشت فیلم خوبیه و با وجود اینکه نسبت به 3 فیلم اول مجموعه اونقدر جالب نیست، ولی به نظرم ارزش دیدن داره و حدود 2 ساعت و خورده‌ای سرگرمتون میکنه، پس با خیال راحت ببینید. نکته آخر، لطفاً سابسکرایب کنید بنده رو و چنل منو و اون زنگوله رو هم فشار بدید. نظراتتون رو کامنت کنید، خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم و امیدوارم که در کنار همدیگه بتونیم چیزهای خوبی به همدیگه اضافه کنیم و لحظات خوبی داشته باشیم. مرسی.